یه لحظه چشماتون رو ببندید با من. تصور کنید توی یه جای قرار گرفتید که چشماتون رو بستن و هیچ صدایی بجز صدای قدم‌های یه فردی که توی راهروهای تاریک و سرد داره راه میره نمیشنوید و شما وارد یه مکانی شدید که دیگه راه برگشتی وجود نداره. زندان سیدنایا. درود دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم که از ویدیوهای قبلی خوشتون اومده باشه. امروز قرار راجع به یک زندان بدنام و ترسناک توی دنیا صحبت کنیم که توی سوریه قرار گرفته و بعد از اتفاقات اخیر توجهات خیلی زیادی رو به خودش جلب کرد. ولی سوال اینه که این زندان چرا توی فهرست ترسناکترین و مخوفترین مکانهای دنیا قرار میگیره؟ در دهه 80 میلادی این زندان رو برای زندانی‌هایی با جرایم عادی میسازن، ولی خب بعد از اون برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم استفاده میکنن. زندان سیدنایا در 30 کیلومتری شهر دمشق توی ارتفاعات قرار گرفته و سیستم‌های امنیتی پیشرفته و پیچیده و دیوارهای ضخیم و توی ارتفاع بودنش باعث میشه که فرار از این زندان رو غیر ممکن کنه. شما تصور کنید سلولهای تاریک، کوچیک، بدون تهویه، بدون حالا با کمترین میزان آب، غذا و نیازهای پزشکی چقدر میتونه برای زندانیانی که سالهای سال توی اون سلولها بودن سخت باشه و همون چیزهایی که من گفتم با کوچکترین خطاها ازشون گرفته میشد. زندانی که به نمادی از ترس و سرکوب تبدیل شده و حتی محلی های اون منطقه هم میترسیدن نزدیک بهش بشن و یه سری شایعاتی وجود داره که حتی نگهبان ها به بعضی از بخش ها اجازه دسترسی نداشتن و بعضی از بخش ها با سیستم های پیشرفته و رمزگذاری شده محافظت می شده. سیدنایا رو میشه با زندانهای خیلی معروفی مثل گوانتانامو و آلکاتراس هم مقایسش کرد، ولی چیزی که اینو خاص میکنه اسرار پشت دیوارها و نامبهم و نامشخص این زندانی که پس از اتفاقات اخیر توجهات خیلی زیادی به خودش جلب میکنه و سالهای گذشته خب همون جوری که میدونید یه سری جنگهای داخلی توی سوریه شکل میگیره و خب یه سری ناپدید میشن که بعد از این اتفاقها خیلی هاشون رو از توی این زندان بیرون میارن و باعث میشه که یه امید دوباره به زندانیا و به خانواده هاشون داده بشه. شما تصور کن یه نفر از بدو تولدش توی اون زندان بوده و بعد از سالیان سال الان آزاد شده. واقعا هیچ فکری، هیچ ایده‌ای، هیچ شناختی نسبت به دنیای بیرون خودش نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه اون زمانی که اون به دنیا اومد و توی زندان بود تکنولوژی خیلی پیشرفت کرد، از جمله گوشی اومد، اینترنت اومد و هزاران هزار تکنولوژی دیگه که الان براش شاید ترسناک بیاد. کسایی بودن که بیش از 40 سال از عمر خودشون رو توی اون زندان سپری کردن و الان پس از آزادی حتی خانواده خودشون رو نمیتونن پیدا کنن یا حالا خانواده هاشون نمیتونن به اونا دسترسی پیدا کنن، به خاطر اینکه کسی که وارد اون زندان بشه عملاً ارتباطش با دنیای بیرون قطع میشه و هیچ کس نمیتونه ازش خبردار بشه. شهرت این زندان برمیگرده به آزار و اذیت‌های دست جمعی یا حالا کشتارهای دست جمعی که به صورت مخفیانه انجام میشد و هیچ کس ازش خبردار نبود و پس از گذشت سالیان سال و با سقوط رژیم اسد این زندانی‌ها از زندان آزاد میشن و خیلی هاشون به خانواده هاشون برمیگردن و خیلی هاشون همونجوری که گفتم در حال حاضر باید با دنیای بیرون خودشون دست و پنجه نرم کنن. شاید از این خوشحالن که الان از زندان آزاد شدن و از یه بابت دیگه شاید از این ناراحتن که دیگه نمیتونن با دنیای بیرونی که بوده و ندیدن ارتباط برقرار کنن. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگر که خوشتون اومد از این سبک ویدیو حتما توی کامنت ها بهم بگید. انتقادی، پیشنهادی، چیزی داشتید حتما به من بگید و طبق روال همیشگی لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ماچ به کلتون. خدا نگهدار.